باری دیگر سلام علیکم دوستان، هموطنان، عزیزان و کسانی که ما را میبینید. انشالله امیدوار هستیم که همگی خوب، صحت و سلامت باشین و در یک روحیه بلند قرار داشته باشین. امروز میخواهم درباره یکی از مسئله های داغ، مسئله های مهم، یک مسئله ناموسی است که بسیاری ها شاید خوانده باشند و یک دختر 23 ساله برآمده همون بکارت خود با مبلغ 10,000 سومانی، 10,000 دلار، ببخشید، با مبلغ 10,000 دلار میخواهد بفروشد. این یک خبری داغ است، یک خبری هست که به فرهنگ ما، به یک اخلاق ما، به همون منتالیتیت ما خب از جهت انسانی هم طوری نمیگیرد. یک چیز جدید است، یک چیز نو است برای ما و شما که نه خود ملت مسلمان، ملت تاجیک در یک تا این درجه آمده رسیده است. به خاطر چی است این همه؟ به خاطر حکومت رحمانوف این گونه نسل تربیت میکنه. ببینیم دوستان گرامی که این همه فحش از کجا پیدا می شود؟ سرچشمه این همه از کجا است؟ یکم مسئله هست که فقر، ناداری و نفرایی که در بیرون هستند، مردم که امروز در بیرون است، پدرش، برادرش، خب باباش باشه، هر کی نباشه امروز در مهاجرت هستن، از کنترل یعنی دور هستن. اون دختر، اون زن، هر کی نباشد دور است و به خاطر این امروز چیکار میکنن؟ اینا با فحش و فاحشگی یعنی با تنفروشی مشغول میشوند و اینا برای خود یک کسب میکنن. به خاطر یکی از سببهاش، چندین سببها را ما انشاءالله مثال میزنیم. یکی از سببهاش این است که مردم خب برادرش، پدرش، خویش توارش، نفر نزدیکش، محرمش دور است و اونا باید که در وطن باشه کنترل کنن. نیست. سال یک بار، 2 سال، مثلا در 2 سال 3 سال یک بار میبیند. به خاطر این یکی از سرچشمه هاش این است و کسایی که میخواهند کنترل کنن این چیزا را زندان میشوند. ببینیم کسایی که بدن پیشتر صدای اونها امر معروف و نهی از منکر باشه یا کسایی که باشن میخواهند کنترل کنن این چیزا، اونها زندان میشوند. و این مسئله رژیم خودش فسادکار است. مردم همین گونه تعلیم و تربیه میتیه. رژیم فسادکار، رژیم رحمانوف خودش این گونه فسادکار است و مردم همین گونه چکار میکنه؟ با فسادکاری، با فحش و فاحشگی، با تنفروشی تعلیم تربیه میتیه. از این جهت فقر و ناداری، از جهتی که از طرف دیگر مردم، پدر و برادرش در مهاجرت است. مسئله دیگرش که رژیم خودش فسادکار است، مردم همین گونه تعلیم و تربیه میتیه، همین گونه چون خودش فسادکار است. خب مسئله دیگرش بسته شدن این مسجدها، تعلیم دینی. خب اگر مدرسه ها ببینیم، مدرسه نیست. نفرهایی بودن که درس میدادن، چی در خانه ها بودن، چی در یک جای، یک خانه را یک جای درسی میکردن و تعلیم دینی میدادن. اینم محدود شد، اینم بستن. خب مکتبه های دینی را بستن که کودکای همون مکتب را رفته درس های اسلامی میگرفتن، اینم بستن. سبب های این فحشا یعنی تنفروشی امروز آشکار شد. به خاطر چی است؟ به خاطر این است مردم از دین دور ساختن. خب مسجدها را بستن، خب ستر و حجاب. خب مسئله دیگرش
مردمی که امروز ندارن، خب مردی کار زنها را دیدگین، یک مردی کار بازار است، زنها در اوجا کار میکنن. اینجا پس معلوم میشود که یکی از سرچشمه های اساسی فساد یعنی تنفروشی و فحشا چی است؟ انا همین فقر است، ناداری است، نبودن پول و زندگی خوب. من یک چیز برای شما در جمع خانم دوستای عزیز میگم، مملکتی که حاکمانش نه علم مدیریت میدانند، نه با علم اقتصاد و سیاست آشنا هستند، نه جامعه جهانی را میشناسند، نه روابط دیپلماتیکی را میدانند که چیست، نه برای منافع ملی کشور ارزش قائلند، نه تجربه و نظارت دیگران را قبول دارند. حاصل این مملکت بعد از 28 سال مشاود اختلاس و دزدی بی‌نظیر، اقتصاد مفلس ورشکسته، کارخانه های بی‌فعالیت یا نبودن کارخانه، زراعت بی‌حاصل، بی‌قرب شوی پول ملی و گرانی نرخ و نوا، با فحشا عادت کردن بعض زنان، بیکاری جوانان، خواهی چیزا را همه ما میدونیم، و نهایت ملت ناامید و افسرده. امروز دیگر ما بدونیم رحمانوف نه یک حاکم است، نه یک رهبر است، همچون پرزیدنت اون قبول کردگیان و میدونن علم مدیریت ندارد. واقعا یک انسانی است که نه علم اقتصاد میداند، نه سیاست، نه علم مدیریت میداند، امروز ملت به این روز آورد رساند. چه دزدی است در تاجیکستان، چه فساد است، قتل و کشتار است، خودکشی است، تمام چیزا آورده رساند ملت. امروز رحمانوف به خاطر اون قبول کردن که بیاید این چیزا را از بین ببرد، نه اینکه این چیزا را زیاد بکنه. ولی متاسفانه آمدن رحمانوف در 28 سال سبب شد که این چیزا زیاد شوند. این چیز حقیقت دارد، واقعیت دارد دوستای عزیز. و یکی از همون چیزایی که راههایی که دخترها را به تنفروشی، زنها را به تنفروشی جلب میکنن، خود اولاد رحمانوف و نفرهای نزدیک رحمانوف به این چیزا دست دارن. اینه همچون یک بیزنس کردن برای خودشون. خب من زنگار انشالله قبول میکنم برادر عزیز. من رقم را یک لحظه جمع بنویسم. برادران نوشتن که زنگار را قبول کنین. انشالله من رقم نوشته کردم. فقط میتونین در واتساپ خواهش میکنم زنگ زنین که در گوشی دیگری ما ایما و تلگرام وصل است، قطع نشود پخش زندگی ما. خب مسئله دیگر فقر. خب بیماری های روحی که هستن در بیمارخانه ها 80% اینا را تشخیص دادن که یعنی فشار اقتصادی مالی بالای اونها آمده است و اینها دچار چه شدن؟ خب بیماری روحی و روانی شدن. اینجا پس معلوم می شود که فقر سببگار بسیاری از بیماری ها می شود، چه خودکشی شود، چه جنایت، دزدی و فقر است. پس امروز اگر ما ببینیم تنفروشی زنها، دخترها، یکی از سببهاش فقر است. نبودن پول، نبودن خب تعلیم دینی، ما ذکر کردیم این چیزا. مسئله این دختر 23 ساله‌ای که آمد بکارت خود برای یک شب، ببینین دوستای عزیز، برای یک شب آمده میخواهد $10,000 بفروشد و خودش ذکر کرده است که ما عائلمون قرضدار است. اینا ما محکوم میکنم و این بر فرهنگ ما اصلا قابل قبول نیست، چه از لحاظ مثلا منتالیتی ما، چه از دینی، اخلاقی، انسانی، اصلا قبول نداریم این چیزا.
ولی اینجا میگه که ما قرضدار هستیم، میخوام یک نفری را رفته بگیرم و دختری گپرا بستم، زنی خوبشم برای او، ولی این کار زشت بود. این کاری بود که خودش در فروش گذاشت، بکارت خود در فروش گذاشت. آیا شما این چیز قبول دارین دوستای گرامی؟ آیا شما میخواین که در تاجیکستان خواهر ما و شما، فرزندای ما و شما، فرزند یک برادر دیگر، خواهر یک برادر دیگر به چنین کار دست زند؟ البته که نمیخواهیم. پس که نمیخواهیم، امروز حکومت میخواهد مردم این گونه با فحش و فسق و تنفروشی مشغول باشند و اونها کنترل کردن مردم دیگر آسان می شود. وقتی مردم با علم شد، پولدار شد، جای کار باشه، اصلا دیگر مردم فهمش او بالا می رود. ولی چیزی که حکومت نمیخواه مردم به این روز رساند. خب واقعا فقر بعضی نفرها را به تن فروشی همه چیز عادت کننده است. چند سال قبل دو نفر از بلاگرها، یک نفرش رپر بود، ثبت کرده بود نوره، گفت که ما نداریم شرایط. بسیاری از این چیزا یعنی معلوم می شود که فقر است. مسئله ای که پدر و مادرش نیست، در روسیه هست، مسئله دیگرش بگذاریم. اگر که مسجد ها باز باشن، امر معروف باشه، خب در مسجد ها، حتی در مکتبا چرا ما نداریم که درس های دینی گذرانیم؟ چرا نداریم؟ از اینجا معلوم می شود که حکومت نمیخواهد مردم با اخلاق یک در شکل انسانی در همون منتالیته دینی و فرهنگی همون تاجیکی تعلیم و تربیه بیاورند. این چیزا نمیخواهد. میخواهد مردم با فسادکاری به همه چیزا دست زنند. خب یک سبب دیگرش این حفیظای هستند. زنا امروز بسیار شده است، همین قدر بسیار شده است و دخترها دیگر از اونا تقلید میکنن. این هم یک سببش هست. باید این چیزا کنترل شوند، ولی چرا کنترل نمیشود؟ حکومت امروز میگه که در سرقانون جمهوری تاجیکستان فاحشگی نه اجازت است نه منع است. پس معلوم میشود که کردنش گناه نیست، یعنی اجازت دادگی است. باید این چیزا کنترل شوند، باید یک مرز داشته باشه، یک حد و حدود داشته باشه. ولی متاسفانه حکومت که برای منفعت ملت نیست، برای منفعت این مردم نیست، برای پیشرفت جامعه، برای نسل جدید خوب تعلیم تربیت دادن نیست، پروایی نداره. اگر تو تنفروشی میکنی، تو فاحشه‌گری میکنی، برای حکومت هیچ مربوط نیست این مسئله. برای این باید ما و شما، اگر اون دختر 23 ساله میبرومد در صحیفه چه در رادیو آزادی بود اینترویو داد، میگفت که من همچون یک دختر مسلمان، یک دختر تاجیک، فقر است، امروز ما قرضدار هستیم، میخوام با یک برادری مؤمن، با یک برادری صاحب کار میخوام ازدواج کنم چون از این بحران اقتصادی خانواده ما برویم. این یک قابل احترام بود، قابل قبول بود، ولی این کار این خیلی زشت است، قابل قبول نیست. حکومت باید این چیزا را کنترل کنه. دیگه خیلی ما از این حکومت هیچ بوی نداریم البته، ولی متاسفانه امروز این چیزا را ما دیدیم و این روزاش هم رسیدیم. اگر ما و شما همین گونه خاموشی را اختیار کنیم و همین گونه خاموش باشیم و یعنی شکر، بسیاری نفرها میگن که شکر کنین که تاجیکستان تنج است، آباد است، آرام است، از روزهای بدتر از این و بدتر از این 10 برابر ما میرسیم و اونا با چشم سر خواهیم دید. اینا دانسته باشیم دوستای گرامی. باید در حالت ما چیکار کنیم؟ حتما باید این حکومت منفوره، این حکومتی که نسل جدیده، چی نسل جدید است و چی نفرهای دیگر است، میخواهد در همین
یک کنترل خودش باشن و حکومت خودش عمرش دراز کنه. اگر مردم امروز تلاش کنن که در دین از جهت دینی تعلیم بگیرن و تعلیم یعنی علم دینی داشته باشن، به این چیزا دست نمیزنن. یک مسئله، ما یک مثال میارم. یک دختر میگن من در خیابان میرم، هر روز پسرها به من گپ میتینن، میگن دختره که خوش رو بیا در ماشین سوار شیم بریم فلان جا، این طرف اون طرف. روزی میگن خواستم شکایت کنم، رفتم در مسجد داخل شدم و روسری همون حجاب کردم به سرم. در مسجد در اومدم دعا کردم به سوی خداوند که خدایا از این چیز مرا رها کن، از این مردا، از این پسرای بد اخلاق. و میگه خوابم برد بگاه همون نگهبان مسجد گفت خواهر بلند شد که شام شده، دیر شده است. و وقتی میگه بیرون شدم در تعجب بودم، حیران شده بودم. به خاطر چی میگه؟ به خاطر که ساعت 10 شب شده بود، باید من ساعت 6 بگاه خانه ده میشدم. ساعت 10 شب بود، هیچ کسی برای من هیچ گپی نمیگفت، در حالی که در روز میگه در ما بد اخلاقی میکردن. ساعت 10 شب شده است، با من هیچ کس بد اخلاقی یک گپی نمیپرتافت، گپ نمیداد به اصطلاح امروزه بگیم. و وقتی میگه متوجه شدم همون روسری که در مسجد ما بسته بودم سرم، یعنی حجاب در سرم بود، دست میکنم میگه در سرم است. و فهمیدم که این حجاب معجزه میکرده است. معجزه حجاب یعنی یک انسانی که حجاب داشته باشه، محجبه باشه و با عفت باشه. واقعا حجاب یک معجزه داره برای خودش. بسیاری از نفرایی که بد اخلاق نباشن، اگر حجاب، دخترایی که حجاب داشته باشن، لباس خوب داشته باشن، هیچ کس برای اون با چشم بد نگاه نمیکنه. واقعیت است، با خدا قسم است، این واقعیت است. ولی دختری که اگر لباس بد داشته باشه، برهنه باشه و نیمی بدنش عریان باشه، هر یک جوان اون چیکار میکنه؟ سخنی میگوید، بد اخلاقی طرف اون میکنه، یک گپ میپرتوید. دیدین که امروز اگر ما مسئله حجاب، تنها حجاب ما اگر بگیریم، حجاب برای خود معجزه داره. الله سبحانه و تعالی برای زنایی را فرض گردانید به خاطر اینکه معجزه خود داره. ولی متاسفانه حکومت منفور ظالم ایرا چیکار کرده است؟ امروز ایرا منع کرده است و نمیخواهد دختران خواهران مسلمان با حجاب باشن، محجبه باشن، لباس خوب داشته باشن. میخواهن لباسای حکومت میخواهن مردم برهنه باشد. تمام جلسات، تمام پیشوازگیری های همین رحمانوف اگر ما و شما نظر کنیم که ها پیشواز میروند، دخترای جوان، دخترایی که زیبا هستن، اونها دخترانی که حجاب ندارن مینیوب که خب اگر کرته همون چیز داشته باشد نیمی بدنش عریان است میتوبد. کجا شد این فرهنگ ما، اون ناموسی ما و شما، منتالیتی ما و شما از بین رفت. ایره حکومت کاری کرده است که از بین ببره. و امروز این رحمانوف پلیدی که نه علم حاکمیت میدونه دیگه، اگر مهاجرش به نظر گیریم، مردم مهاجر که کرد، البته زنها در اوجا تنها میمونن، دخترها هم به کنترل میمونن، دست به چنین کارها بعضی هاشون میزنن، نه همش، بعضی هاشون میزنن دیگه، که اونو دیگه از پدرش نیست در بالای سرش، برادرش نیست. و هر نفر میدونیم که امروز نه برای خود نفس دارد واقعا. ولی اگر که در تاجیکستان ما جای کار داشته باشیم، شرایط خوب داشته باشیم و همون پولی داشته باشیم که ازدواج کنیم، چنین کارا خیلی خیلی کم میشود. من فکر میکنم این چیزا ما نمیگیم که تمام نفرها ملائکه هستن و معصوم هستن، بیگناه هستن. نه، در تمام کشورها هست، در سعودیش هم هست، در قطرش هم هست، در دبیش،
تو دبی بعضی کارهای هست که بعضی در کشورهای غیر مسلمان نیست. واقعا این چیز واقعیت است. بعضی نفرهای چیز میگن. و بعضی از چیزهایی که راههای فریب کردن زنان که به تنفروشی اونو را میبرن چی است؟ نفر میگن جای کار هست، پاسپورت درست میکنن، همون شناسنامه‌اش درست میکنن و فریب کرده به یک کشور بیگانه میبرن. اون بیچاره نه یک زبان نمیدوند، نه یک نفر میشناسد، برده اونت تنفروشی به تنفروشی یک بیزنس کردن اینا برای خودشون. حکومت هم در اینجا طرفدارای حکومت و گرد اطراف رحمانوف در اینجا دست دارد دوستا. اینا ما باید خوب بدونیم که حکومت منفور، حکومت ظالم و فسادکار چیکار میکنه؟ پروای این ملت نداره و پروایی نداره که ما و شما دخترامون، خواهرامون یا که جوانها نسل جدید چگونه تعلیم و تربیه میوه. کسی هست که بگه که نه سببگار این همه بدبختی، بد اخلاقی یا اینکه همین تنفروشی زنها یعنی از دیوانگی است یا یعنی پول مال زیاد داره دیگه نمیدونه چیکار کنه، دیگه تنفروش میشه. کسی میبرد خیلی از بین شاید 99% 1% شاید اونا باشن که همون شاید 1% ما همه را نمیگیم، ولی 80-90% تنفروشا سببش فقر است. و امروز این حکومت کوشش نمیکنه که مردم جای کار بکنه، برای مردم یک زواد بسازه، یک جای کار. اگر جای کار باشه برای مردا، حداقل ما زنها را یک طرف گذاریم، برای زنها اگر جای کار باشه، مردها اگر برای مردا جای کار باشه، مردها کار میکنن و زن خواهر دختر خود تأمین میکنن در زندگی. دیگه خواهر و مادر ما نیاز نداره کار بکنه. بسیارش نیاز ندارن که تنفروشی کنن. من یک چیز برای شما بگم که اگر خدای انشاءالله این چیز ما امید داریم، حکومت شکست خورد و امید و 100% این شکست میخوره و مردم اگر گروه 24 را قبول کرد، سری قدرت آمد، بدونین که قانون جاری میشه که دختر وقتی شوهر میکنه باید کلا باکره باشه. اگر در غیر این صورت پدر او و اون دختر و برادرش هر نفر نزدیکی اویی که این دختر به این چیز گرفتار شده است به جوابگری کشیده می شود و اون پسری که این کار کرده است و پدر و مادر اون و اون پسر خودش به جوابگری کشیده می شود. این حتما این قانون انشاءالله روزی شود که حکومت از سر قدرت رفت، این قانون جاری می شود در تاجیکستان. بدونین که دختر حتما باید باکره باشه. ما امروز نمیگیم که ما مردم نمیخوایم که زندگی را نشون بدیم، ولی قانون باید سخت کنیم که مردم واقعا بدونه در چه از اخلاقی، چه از دینی، چه از فرهنگی، همه طرفش این کار زشت است، به خدا قسم است. و حتما این قانون جاری میشه که دختر حتما باید باکره باشه. و شرایط مردم خوب میکنن که در جوانی با فسادکاری نزنن، ازدواج کنن، چی دختر باشه و چی پسر باشه بتونه زن بگیره و چی دختر باشه بتونه شوهر کنه. این چیز شرایط وقتی مهیا باشه با این روز نمیرسه ملت، با این روز نمیرسه جوانها، دخترای جوان یا زنها در برنامه حق باطل یک نفر برآمد تاکسی کار میکرده از طرف اون مادر تحقیر کرد که رفته چیکار میکنین، تنفروشی میکنین، تأخیر کرد. الله قسم است. و اون زن مجبور شده است به خاطر فقر، به خاطر جای کار نبودن، معاش پس بدن، مجبور شده است امروز مهاجر شده است. ولی از طرف یک مردی خبیث چیکار میکنه؟ یک سخن زشت و تهمت بالای زن میشه که رفته شما تنفروشی میکنین. مردمی عزیز، برادران مسلمان، مردمی که خودتون مسلمان میگیرین و مردمی که فرهنگ این چیزا با فرهنگ خود قبول ندارین، کجا شد ناموس ما و شما؟ کجا شد اون منتالیتی که ما و شما این چیزا اصلا قبول نداشتن؟ امروز لباس بیگانه میگن ها، حجاب لباس بیگانه. خب برآمده تحقیر کرد زنو را. امروز این مینی یوبکه و تنفروشی برای اینو فرهنگ همین تاجیکی بود، از فرهنگ همین رحمانوف
ببینیم که در 28 سال مردم اینگونه تربیت کرد. پس معلوم میشود فرهنگ اینها این همین مردم با این گونه روز رساندن است و این گونه تعلیم تربیت دادن مردم است. پس برای این چیکار باید کنیم؟ برای این ما و شما باید حتما جای کار باید داشته باشیم، در وطن باشیم. این یک مسئله ای که یک حکومت خوب داشته باشیم تا کنترل کنه این چیزا، تا ملت، تا دخترها، تا جوانا به این کار دست نزنن و وقتی پدرش در نزدش باشه، برادرش در نزدش باشه یا یک نفر نزدیکش بالای سر اون باشه به این کار دست نمیزنن. وقتی تعلیم تربیه بیاون و اینو بدونیم که وقتی که انشاءالله گروه 24 اگر که مردم انتخاب کرد، بازم نقشه های دیگر این که در مکتب ها درس های دینی را ما جاری میکنیم. درس های دینی برزم این همه این درس های دینی و انسانی و اخلاق همه این چیزا را جاری میشوند و جایی که دخترها جدا باید درس بگیرن، جایی که پسرها جدا درس بگیرن، جدا. نه اینکه پسر و دختر یک جا باشه. دخترها جدا باید تعلیم دینی بگیرن یا تعلیم بگیرن و پسرها جدا بگیرن. اینا چرا ما یک فرهنگ اسلامی است، یک کشور دموکراتی اگر واقعی یک کشور دموکراتی بسازیم، این چیزا رو ما میتونیم جاری کنیم که مردم با فسادکاری با فسق نروند. این چیزا حتما ما و شما میتونیم کرده. از خوردی وقتی یک جوان این چیز نه تنها در دختر و با پسر هم تأثیری خودش میگذاره، زنا کردن یعنی با دزدی کردن، قتل کشتار، با بزرگسالان حرمت احترام کردن، با پدر و مادر حرمت عزت کردن، خب حقوق زن و شوهر، حقوق زن بالای مرد و حقوق مرد بالای زن، این چیزا رو وقتی از خوردی تعلیم بگیرن از مکتب و حتی در دانشگاه وقتی جاری شوه این چیز، آیا شما فکر میکنین که با همین گونه مردم به همه روز میرسن؟ نه البته. متاسفانه این چیزا نیست و نقشه این چیزا نداره رحمانوف و نخواهد کرد. این چیز اصلا در فکرش نیست. فقط برای چی؟ برای دزدی کردن مردم، غارت کردن و کنترل کردن مردم است. حتما ما و شما باید روزایی را ببینیم که دخترای ما و شما، خواهرای ما و شما روان در مدرسه چی در مکتب باشه چی در دانشگاه باشه، دخترها با دخترها بخونن، پسرها با پسرها جدا بخونن و تعلیم دینی بگیرن، چه در زبان چیز دنیاویش اجازت به دست، دینیش اجازت نه به دست. در یک کشور دموکراسی چه کشورهای اروپایی را اگر ما نظر کنیم تمامش اجازت یعنی آزاد است. چه اگر دینی میخونی، چه فرهنگی میخونی، چه دنیاویش میخونی، چه از کیمیا میخونی، هر چیزی که میخوایی برای تو آزاد است. انتخاب داری، حق انتخاب داری. آزادی به این معنا نیست که دوستای عزیز ایرا یک چیز درک کنین خوب. آزادی به این معنا نیست که هر کاری دلت بخواه انجام بدی، بلکه بدین معناست که او کاری را که دلت نمیخواه انجام ندی. اینجا میگن آزادی. بعضی کشورهایی که میگن آزاد است واقعا در یک با یک مقدار آزادی هست، واقعا هست، ولی برزم این با همون دیکتاتوریشون هست. یعنی بعضی کارهایی که انسان نمیخواه مجبورش میکنن انجام بده. وقتی که ما و شما روزی شوه که حکومت شکست دادیم و یک حکومت مردم سالار، یک حکومت عادل، یک نفر عادل بیاید در سر قدرت و اون کارهایی که دلمون میخواه انجام بدیم، پس در اوج ما آزاد هستیم. در این حالت ما و شما آزاد هستیم. امروز من میخواهم برم نماز بخونم، خب پس میتونم این کارا کردم، ولی مسجد برم نمیتونم. قلب ما، دل ما میخواه، ما خودم میخوام ولی نمیتونم. پس در اینجا معلوم میشود کسایی که میگن تاجیکستان آزاد است، اصلا آزادی در اونجا بوی از آزادی و از عدالت نمیآید بر مشام ما و شما. ما موضوع همین در چی است؟ در همین دختر جوانی که خود با کرگیش با $10,000 با فروش گذاشته است، همین مسئله داریم. ولی سرچشمه همه این چی است؟ ما از اون سبب هاش ما صحبت داریم، موضوع کلانی بد نشود، ولی واقعا این سببش این است.
که من چندین خواهرها را چندین برادرها را میدونم، دخترها را سوال کردم برای چی سالهای قبل حجاب داشتی و امروز به حجاب هستی مثل اروپایی ها مثلا آزاد مینی یوبکه و هر گونه‌ای که بخوای لباس میپوشی. میگه مجبورمان کردن، نشد. دانشگاه میریم چی در درس میخوندیم نگذاشتن، مجبور شدیم به همه چیز. میگه این گونه ما آزادی را حس کردیم، اون گونه که باشی آزاد نیست، این گونه باشی دیگه. یعنی یک چیز مجبور میکنن و اون نفر عادت کرد دیگه اون از او عادتش نمیگرده و این حکومت کار انجام میتیه. بسیاری شما شاهد این چیزا هستین دوستان که بعضی خواهرها هستن، بعضی مادرها هستن که تعلیم دینی دارن، دینم کمی هم باشد میفهمن یا خیلی هم خوب باشه میفهمن، میخوان قرآن از دین یک خواهر یک زن تعلیم بتین. این چیزا من کردن واقعا، این چیزا من کرده بدن، با اینم سببش میشوه. سالهای قبل وقتی جوان بودیم هر یک عائله‌ای که اگر قرآن خواندن بلد بود، از دین یک کمی بلد بود، همون جوانای همون کوچه جمع میشدن در اونجا تعلیم دینی میگرفتن و بغیر از این زنها در خانه ما می اومدن، چیزش جای تراویح خواندنش بود، زنها جدا می خوندن، خب مردا به مسجد می رفتن، یک جایی را مخصوص برای خود می کردن و تراویح می خوندن. امروز زنها به مسجد رفتن اجازت نیست، حتی مردا حتی نیست. اگر زنها را یک طرف گذاریم، اگر یک کشوری که آزاد باشد چرا زنها به مسجد نمیتونن بروند؟ یک نفر اگر بخواه مثل اروپایی زندگی کنه ما مجبورش نمیکنیم، ما دعوتش میکنیم و حق خدا میرسونیم برای او که الله چنین میگه و پیامبر او دعوت کرده و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته است این کارو بکنین، صدر کنین و محجبه باشین و با کارهای زیش دست نزنین. دیگه ما حق خودمون که رسوندیم، اون دیگه انتخاب خودش است. و من مطمئن هستم که 90% مردم تاجیکستان دوست دارن، دین دوستار هستن و نمیخواهند چونین روزی سیاه، این روز سیاه از دوستای گرامی. این روزی که ما امروز دیدیم دختر برای بکارت خود برای یک شب $10,000 بفروشه، یک روز سیاه است. و بازم میگم اگر ما و شما خاموشی را انتخاب بکنیم و اختیار بکنیم و در مقابل ظلم، در مقابل این گونه بدبختی خاموش باشیم، بدانیم که روزهای بدتر 10 برابر از این بدتر شما خواهیم دید. مطمئن باشیم این چیزا. خب صحبت ما طولانی بد نکنم دوستای گرامی. و یک چیز دیگر میگه چشم ها بفایدن وقتی ذهن ها نابینا باشن. این چیز واقعیت داره. امروز مردم حکومت کاری کرده است که چشم ها میبینن ولی ذهن ها نمیبینن، قلب ما نمیبینه دیگه. چیکار کردی حکومت مردم به این روز رساند و میخواهد از این هم بدتر باشه. وقتی چشم ما ببینه قلب ما ذهن ما نبیند، خب آخه هیچ ما دیگه بفایدن. از این دیدن دیگه ندیدن من بهتر است. این قدر بدبختی را من به خدا قسم است وقتی خبر خوندم دیگه نتونستم، در فکر بودم چند روز، همون دیروز یک روز دو روز شد نشر شدن این خبره، از همون روز دیگه در فکر هستم. تو چونین روزم دیدیم یک چیز کنترل داره، یک چیز با یک حد و حدود داره، برای خود مرز داره. حکومتی که امروز دعوا میکنه حکومت است، مسئول است، مسئولیت برداشت داره، کجاست این چیزا را کنترل کنه؟ نیست. این حکومت مردمی نبود و نیست و پروای ما و شما نداره. خب دوستای عزیز و گرامی، ما صحبت طولانی بعد نکنم. چگونه ای که وعده کرده بودیم در پخش مستقیم خواهیم بود با شما ان شاء الله. و
خداوند خواست در پخش مستقیم با شما صحبت کردیم و به سوی الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم که خداوند این مشکلی ما را آسان کنه و ما و شما را همون ایمان ما و شما را یک شجاعت و غیرت در قلب ما در وجود ما جا کنه که در مقابل این ظالم، در مقابل این دیکتاتور فرعون زمان چیکار کنیم؟ سخن حق بگیم و مبارزه ببریم. امروز سخن حق گفتن به مثل یک تیری به اونا اثر میکنه. فقط گفتن سخن حق. امروز ما و شما اگر هر یک نفر خودش تصمیم بگیره و تلاش کنه، حتما ما به اون روزها و روزهای خوب میرسیم. ما پیشتر میدیدیم که وقتی مبارزین حرف میزد، مخالفین حرف میزد، بسیار از مردم زید بدن، یعنی میگفتن که خیلی بگذار مهاجرت هست، جای کاری نیست و 90% مردم زید بود. ولی امروز خدا را شکر که بسیار از مردم بیدار شد و اون تفکر، اون فهمش اونها، ذهن اونها باز شد که واقعا ببینن با چشم سر، نه با چشم قلبش، با چشم همون با ذهنش ببینه که واقعا این حکومت یک حکومت منفور، استبدادی، یک حکومت ظالم است که پروای این ملت نداره. همه حاضر یک مثال دیگر از موضوع بیرون نشیم و صحبت باز طولانی نکنیم. مثلا بلیت هواپیما برای ما همه ما و شما معلوم است، وقتی که گران بود 60 تا 60,000 روبل روسی کرده بودن، وقتی مردم با طریق قرقیزستان رفتن، با طریق ازبکستان رفتن، دیدن که مشتری نیست دیگه، از این چیز سو استفاده کردن و امروز اومدن ارزان کردن. باید بیزنس اونا پیش بره و تجارت اونا پیش بره. دیدن که نمیشه، مجبور، یعنی از مجبوری پول مفت به دست آوردگیان اینها عادت کردن. برای چیه؟ اینا یک چیزی عادی شده است، مردم غارت کردن، لقمه نان مردم از دهان اونا کشیده گرفتن، برای اینها یک کار عادی شده است. برادرای عزیز، یک مثال عادی این همین بلیطایی که 60,000 تا 60,000 را فروختن و مردم وقتی طریق ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان این طرف وقتی که رفت، اینها مجبور شدن ارزان کنن. این ارزان شدن بلیط را فکر نکنین که به خاطر ما گفتیم یا دیگرها گفتن یا اینکه یک چیز، اگر اون بخواه پروای ما و شما نداره، پروای مهاجران ندارن. اگر میمبری یا که تو از بیمار میشی، تو از گرسنگی میمری، در یک از سردی میمری، پروا نداره. برای اونها پول، تجارت اونها مهمتر است. خب دیگه صحبت طولانی نمیکنیم دوستان گرامی و از یک و یک شما دعوت میکنیم و به مردم که در مقابل این گونه ظلم، استبداد و با این روزهای سیاه ندیده نخواهیم که ببینیم. باید ما و شما حتی شده سخن حق در مقابل ظلم رحمانوف بگیم. برای ما بس یک چیزی دارد، یک نتیجه خوبی دارد. اگر ما و شما چند سال قبل وقتی که با شروع سعیدوف من صحبت کرده بودم، واقعا هر یک انسان، بسیاری از نفرات در فکر رفتن که چرا برای یک مخالف، برای یک جوانی که امروز برآمده سخن حق میگه، حقیقت میگه، برای اون پاسپورت آماده هستن، آماده کنن در طول 1 ساعت باشه، برای او بلیط بخرن، اگر اون قرضدار باشه قرضش بتین، او را جای کار بتین، تمامی چیزا برای خونه بگیرن و اون کوشش کنن به تاجیکستان ببرن. ولی چرا برای یک مهاجری که حتی از اون مهاجر فایده هم میرسه، پول روان میکنن به تاجیکستان، برای اونها این کارا را نمیکنن؟ پس اینجا معلوم میشه که اینها از سخن حق میترسن و هراس دارن. امروز خداوند آرامش، به خدا قسم است، آرامش از رحمانوف، از نفرایی که در گرد اطرافش هستن، این صغیره رمضان رحیموف و این خیش توارش روز، از همه اینها الله سبحانه و تعالی آرامش گرفتگی است. اینها آرام خوابیده نمیتونن. اگر اینها اینقدر مال ثروت دارن، اینقدر اگر که بایگری دارن، حق مردم دزدیدن خوردن، اینها آرامش ندارن. آرامش خداوند از اینا گرفته است. اینها نمیتونن آرام بخوابن در جاگه خوابشان.
به خاطری که این قدر ظلم استبداد بالای این ملت روا دانست، بالای ما و شما روا دانست و ما و شما را تا این روز رساند. دیگه خداحافظی میکنیم دوستای گرامی. برادرایی که گفتن زنگ تلفنی قبول کنین، انشاءالله در روزهای آینده، در هفته‌های آینده کوشش میکنیم در موضوعها، در مسئله زنگ‌ها یک فکر کنیم و زنگ‌های تلفنی را حتما قبول کنیم. خدا نگهبان شما. سلام علیکم و رحمت الله.